إن الحمد لله الذي جعل الطريق الحق رشدا وطريق الباطل غيا وخسرانا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها. دوستان و سروران عزیز، انسان موجودی هست که میان دو راه قرار دارد. یک راه رشد و ترقی است، دومین راه سقوط و ناکامی است. انسان بین این دو راه قرار دارد. نگاه کنیم به قرآن عظیم و شان. الله ذوالجلال این را روشن و واضح بیان می کند و می فرماید و نفس و ما سواها، قسم به نفس انسان و آن کسی که آن را برابر و درست کرده است. فالهمها فجورها و تقواها، پس الهام کرد برای نفس کارهای خوب را و همچنین کارهای بد و زشت را. الله ذوالجلال قرار داد یا بیان کرد برای نفس انسان که این کارها کارهای زشت هستند، کارهای بد هستند و این کارها کارهای خوب و نیک هستند. این را در نفس انسان الله ذوالجلال قرار داد که این انسان اختیار دارد از هر کدام استفاده کند و هر سمت و سویی که رفت، اگر به طرف خوبی حرکت کردیم الله ما را به طرف خوبی میبرد، اگر به طرف بدی و شر حرکت کردیم ما را به همان طرف حرکت میدهد. و میفرماید قد افلح من زکاها، به تحقیق که رستگار و کامیاب شد آن کسی که نفس خود را پاک و تزکیه کرد. انسانی که نفس خود را با عبادت الله مشغول ساخت و نفس خود را وقتی که از حرام باز داشت، آن انسان نفسش پاک می شود و تزکیه می شود. و قد خاب من دساها، و به تحقیق که زیان و ناکام شد، زیان کرده است آن کسی که نفس خود را با گناه و آلوده ساخته است. آن انسان زمانی که گناه کرده باشد، کارهای بد انجام داده باشد، آن انسان نفس خود را یعنی پوشانیده است با گناه و معصیت و ناکام شده است. حسن بصری رحمه الله می فرماید المؤمن قوام على نفسه فیحاسبها لله. انسان مؤمن کسی هست که دائما نفس خود را به خاطر الله محاسبه و مورد بررسی قرار می دهد که نفسش امروز چه کارهای خوب و چه کارهای بد انجام داده است. پس انسان در دو راه قرار دارد، یا راه پاک که همون رشد است، یا راه سقوط که همون آلودگی و هلاکت است. یا خود را بالا میبری یا خود را نابود میسازی. شاگرد از استاد پرسید که ای استاد، برای چی بعض انسان ها رشد و ترقی میکنند اما بعض انسان ها به طرف سقوط و هلاکت میروند؟ استاد شاگرد را به نزد یک دریاچه بود و گفت با این دریاچه نگاه کن. هنگامی که این دریا جاری است، حرکت میکند، این آبش زلال و پاک است، اما زمانی که این آب در جای خود بایستد و حرکت نکند، این آب میگندد و بدبو میشود و خراب میشود. و فرمود که انسان مثل همین است. زمانی که انسان به طرف هدایت و نور حرکت میکند، آن انسان نفسش زلال و پاک است، اما زمانی که حرکت نمی کند و در جای خود میماند و یا کارهای زشت انجام میدهد، آن انسان به طرف سقوط و ناکامی و هلاکت می رود. این نفس انسان مثل همین است. و فرمود که ای استاد، رازی رشد چی است؟ چگونه یک انسان به طرف رشد حرکت می کند؟ فرمود که حرکت اگرچه آهسته هم باشد، انسان وقتی که حرکت می کند به طرف تزکیه و پاکی می رود. مثال هست
راهرو آن است که آهسته رود دو پیوسته رود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها. همه انسان ها وارد هر روز یا هر صبح وارد زندگی میشوند که در حقیقت نفسهای خود را میفروشند یا نفس خود را آزاد میسازد یا نفس خود را هلاک میکند. آزاد ساختن نفس خود یعنی اعمال صالح انجام میدهد و به طرف هدایت و نور زمانی که حرکت میکند آن نفس یعنی در واقع از آتش جهنم آزاد میشود. و انسانی که به طرف فسق فجور گناه و معصیت زمانی که حرکت میکند آن نفس در واقع به هلاکت میرود، هلاک میشود. پیامبر صلی الله علیه وسلم این را این گونه بیان کردند: یا نفس خود را آزاد میسازی یا آن را هلاک میکنی. پس برادران و خواهران عزیز، انتخاب با شماست، یا خود را ساختن یا خود را باختن. یا نفس خود را درست و برابر میکنی، میسازی، خود را تزکیه میکنی نفس خود را، یا اینکه آن را هلاک میسازی با گناه و معصیت و نافرمانی الله. مسیرهای رشد و سقوط کدام‌هایند؟ اول عوامل رشد یک انسان: اول ایمان به الله و عقیده صحیح داشتن. دومین اخلاق نیکو. اخلاق نیکو آن اخلاقی که مطابق به قرآن و سنت و شریعت برابر باشد. سوم عمل صالح. انسان زمانی که عمل صالح انجام میدهد، عبادت الله را انجام میدهد، آن انسان به طرف رشد و ترقی میرسد. و عوامل سقوط یک انسان چی است؟ اول غفلت. انسان زمانی که در غفلت میماند آن انسان به طرف سقوط و ناکامی میرود. همین غفلت بود که ما مسلمان ها امروز در دست کفار هستیم. هر گونه ای که میخواهد از ما کار میگیرند. زمانی که مسلمان ها خلافت اسلامی داشتند، در عزت زندگی میکردند، پیشروی داشتند، ترقی داشتند، چرا که آن زمان حکومت در دست مسلمان ها بود. مسلمان ها زمانی که غفلت کردند، دشمن همیشه در کمین است، مورد شکار کفار ما قرار گرفتیم. امروز که نتیجه اش را میبینیم که تا حال نمیتوانیم به آن رشد خود برسیم، به سبب غفلت ما مسلمان ها بود. دومین گناه است. هر زمانی که انسان گناه و معصیت میکند، نافرمانی الله را میکند، آن انسان سقوط میکند. سومین بی‌هدفی. انسانی که هدف ندارد، هدف خود را نمیشناسد، آن انسان به طرف سقوط میرود. امروز ما مسلمان ها مشغول به اهدافی هستیم، به هدفهایی هستیم که آن را شریعت برای ما اصل قرار نداده است. هدف اصلی ما مسلمان ها انسانیت، این عبادت الله هست. ما باید برای الله زندگی کنیم. هر زمانی که این هدف را دانستیم و شناختیم که هدف ما عبادت الله هست، آن زمان ما به طرف رشد و ترقی می رویم. اما زمانی که هدف را نشناختیم به طرف سقوط می رویم. پس برادر و خواهر عزیز، از تو یک سوال می پرسم که آیا در کدام مسیر هستی؟ در مسیر رشد هستی یا در مسیر سقوط؟ جواب این را نه با زبان بلکه با اعمال خود بدهید. اعمال خود را بررسی کنید که در کدام مسیر حرکت میکند، یا در مسیر رشد یا در مسیر سقوط. لازم نیست که کارهای بزرگ انجام دهیم.
کافی است کمی بهتر از دیروز باشیم. هر روز اگر ما بهتر از دیروز ما بشویم، ان الله که ما به رشد ترقی میرسیم. با این شعر میخواهم سخنها را به پایان برسانم. شاعر میفرماید امروز تو را دسترسی فردا نیست، امروز تو را دسترسی فردا نیست و اندیشه فرداد به جز سودا نیست. عمرت به هوس رفت و ندانسته چی شد، بیدار شوی دل، بیدار شوی دل که زمان در گذر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.